سلام بچه‌ها، چطورین؟ من داریوشم و اینجا ایکس پی زونه. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه، به سری ویدیوهای سولزیولوژی. توی این سری از ویدیوها من کلا در مورد محتوای سول صحبت میکنم. راجع به داستاناشون، DLC هایی که براشون منتشر شده، نکاتشون، رازهای مخفیشون، ترفنداشون و اینکه کلا سولز چیه. پس اگه تو هم یه سولز پلیری یا به محتوای سولز علاقه داری، پیشنهاد میکنم حتما پیج منو دنبال کنی، چون کلی محتوای جذاب راجع به سولز برات میذارم. توی این قسمت از سولزیولوژی من میپردازم به اینکه چرا اصلا باید سولز بازی کنیم. خب راستشو بخوای اولین باری که یه نفر میشنوه فلان بازی سولز لایکه، احتمال زیاد قیافش یه جوری میشه. با خودش میگه این همون بازی است که میزنن آدمو له میکنن. نه، من اعصاب ندارم. ولی یه سوال مهم هست که خیلی از خودشون میپرسن. آخه چرا باید خودمون رو بندازیم توی بازی که میخواد با هر دشمنش ما رو تحقیر کنه؟ صبر کن تا برات بگم. نکته اول، سختیش زورکی نیست، باحاله. بازی‌های سولز نمیخوان زورکی سخت باشن که اذیتت کنن. نه، اونا میخوان بگن ببین دنیا بیرحمه، ولی اگه صبور باشی، یاد بگیری و جا نزنی، بالاخره راه میافتی. اون لحظه‌ای که یه باس لعنتی رو بعد 10 بار مردن میزنی، با تمام وجودت حس میکنی زنده‌ای. این حسو بازی‌های آسون‌تر کمتر بهت میدن. نکته دوم، داستانی که یهو تو صورتت منفجر نمیشه، بلکه آروم آروم باز میشه. حالا این یعنی چی؟ تو سولز داستان نمیاد با کاتسین بتره کنه تو صورتت. نه، خیلی آروم، زیرپوسی، از روی آیتما، دیالوگا و محیط میفهمی این دنیا چه گذشته‌ای داشته. مثل کشف راز یک کتاب قدیمی میمونه. هر چی جلوتر میری بیشتر درگیرش میشی. نکته سوم، حس پیشرفت واقعی بهت میده. تو خیلی از بازی‌ها وقتی لول میگیری خیلی فرقی احساس نمی‌کنی، اما تو سولز نه تنها قدرتت بیشتر میشه، بلکه خودت هم به عنوان پلیر قوی‌تر و دقیق‌تر میشی. دیگه باس فایت‌های اول بازی که اولش لید میکردن، آخرش حتی جرئت ندارن بهت نگاه کنن. نکته 4، دنیاش یه اثر هنریه. هر لوکیشن توی سولز پر از جزئیاته. طراحی هنری فوق‌العاده و فضای منحصر به فردی داره و این نه تنها زیباست، بلکه پر از راز و ماجراست. نکته 5، کامیونیتی سولز یه دنیای جداست. بازیکنای سولز یه جورایی مثل سربازای کهنه‌کارن. وقتی یکی میگه من اندرلینگ رو تموم کردم، بقیه یه احترام خاصی براش قائل میشن. این بازی باعث میشه بفهمی با بقیه پلیرها یه تجربه مشترک داشتی، چه اونایی که کنارت بهت کمک کردن، چه اونایی که وسط بازی ریختن سر تو کشتنت. حالا با تمام این تفاسیر چرا باید سولز بازی کنیم؟ چون یه تجربه خاصه، چون یاد میگیری جا نزنی، چون هر برد کوچیکت یه حس پیروزی واقعیه، چون دنیایی که فقط برای قوی تر شدن ساخته شده. نه فقط تو بازی، گاهی توی زندگی هم این حس باهات میمونه. اگه تا حالا سراغ این سبک نرفتی، شاید وقتشه یه بار امتحانش کنی. میدونم ممکنه کمی سخت باشه، ولی قول میدم ارزششو داره. راستی شما چطوری با دنیای سولز آشنا شدین؟